و ما یشعرون، لیکن این مردم شعور نداره، احساس نداره که ما خودت تباه کردیم. احساس داره؟ نداره. یا اینطور فکر میکنن که ما خدمت در مذهب میکنیم. خدمت در چی میکنیم؟ خدمت در چی میکنن؟ بگه در مذهب خدمت کردن سبب نجات جنت خدا. خود چی کرده؟ شانورشای کشمیری رحمه الله عالمی برجسته است، فیض الباری که شرح بخاری فارسی از اموسته، استاد بسیار علما در دیوبند عالم بود. مفتی شفیع که معارف القرآن تفسیر جور کرده، مفتی شفیع صاحب الله رحمت کنه کلشانه، این شاگردش بود. یک روز داخل میشه که گریان داره، از پیش سوال میکنه وجه گریانه که شاه صاحب چرا گریان داری؟ گفت نه بس دیگه سوال نکن. این خیلی اصرار کرده که نه وجه گریانه باید برای ما بگوی. شانورشاه کشمیری رحمه الله برش میگه که عمرم ضایع شده از او خاطر گریان دارم. مفتی شفیع صاحب رحمه الله برش میگه عجیب، تمام عمر تو در تفسیر در دوره حدیث در دیوبند تیر شده، در مرکز بزرگ دنیا، مرکز تعلیمی بزرگ دنیا، تو میگی که عمرم ضایع تیر شده؟ خیر دیگه خو هلاک است. گفت نه تو نفهمیدی. گفت به خاطر ضایع تیر شده که من خدمت قرآن و حدیث نکردم، من خدمت مذهب حنفی را کردم. هر جایی که حدیث پیغمبر آمد چاپه کرده و گفتیم که اینجا ما اینیم قسم چی داریم؟ جوابا داریم. از این حدیث یک جواب، دو جواب، سه جواب، چهار جواب، این پنجم جواب. با خدمت به حدیث نکنیم، خدمت به مذهب کردیم. امروز ملاهای امام خدمت به مذهب میکنه، فکر میکنه که ما بگه بسیار افتخار کمایی کردیم. قرآن میگه این یهلکون الا انفسهم، هلاک نکرده مگر نفسای خدا، و ما یشعرون، نمیفهمه نمیدانه. خدمت به حدیث رسول الله بکن، خدمت به راه رسول الله بکن. اگر یک نفر میگه که بیا طرفی راه رسول الله، او یک دفعه میگه تو 4 دفعه بگو. او یک دستی خدا به این خاطر شور داده رایسته، تو هر دو دستی خدا شور بده. میدن شور